تحقیقات بیانگر اینه که توانایی صحبت کردن به یک زبان بسیار متفاوت‌تر از گرامر و ساختن جملاته. به همین خاطر یکی از بزرگترین چالش‌های زبان آموزان توانایی اسپیکینگ و یا همون صحبت کردنه. در ویدیو 0 تا 100 اسپیکینگ، اینکه اسپیکینگ در برگیرنده چه مراحل و چه مواردیه و همچنین مراحلی که یک فکر برای تبدیل شدن به بیان رو طی می‌کنه با هم بررسی خواهیم کرد. درود دوستان، کاوه آتمی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. Very warm welcome to you. این مطلب عموما پذیرفته شده که دانستن یک زبان با داشتن توانایی صحبت کردن به اون زبان برابر نیست. به همین خاطر اینکه مثلا یه نفر بگه من ایتالیایی بلدم با اینکه من میتونم ایتالیایی صحبت کنم دو مسئله کاملا متفاوت هستند. مثال دیگه زبان ترکیه که میبینی بعضیا میگن من ترکی متوجه میشم اما نمیتونم به زبان ترکی صحبت کنم. همونطور که عرض کردم تحقیقات نشون میده که توانایی صحبت کردن به یک زبان فراتر از گرامر و ساختن جملاته. به همین خاطر بزرگترین چالش زبان آموزان اسپیکینگ و یا صحبت کردنه. اسپیکینگ مهارتیه که میبایستی به صورت مستقل و جدا practiced and developed، یعنی توسعه و تمرین داده بشه. در نتیجه چندین سوال اساسی در رابطه با اسکیل بسیار مهم اسپیکینگ پیش میاد که میبایستی بحث و بررسی بشه. ما قصد داریم در ویدیو 0 تا 100 اسپیکینگ به پاسخ این سوالات بپردازیم. اسپیکینگ و یا همون صحبت کردن بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره ماست. به طور متوسط هر شخص ده‌ها هزار کلمه رو به طور روزانه بیان میکنه که البته برای سیاستمداران و مدرسین این تعداد میتونه بیشتر هم باشه. به دلیل عادی شدن این مهارت مهم در زندگی روزانه ما بسیاری از ما فراموش کردیم که با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم کردیم که بتونیم به توانایی اسپیکینگ و یا همون صحبت کردن برسیم. این چالش‌ها حتی در زبان مادری ما بسیار زیاد بودند. خیلی از ماها تنها پس از مدتی که زبان دومی رو شروع به یادگیری می‌کنیم به خاطر میاریم که چه چالش‌هایی رو پشت سر گذاشتیم که بتونیم به زبان مادری خودمون حتی صحبت کنیم. حال پرسش اساسی اینه که What is involved in speaking؟ اسپیکینگ در برگیرنده چه مراحلیه؟ و این که به زبان ساده‌تر 0 تا 100 اسپیکینگ شامل چه مراحل و مواردی میتونه باشه. اولین نکته‌ای که میبایست یادآور شد اینه که اسپیکینگ در لحظه صورت میگیره و به صورت لاینیر و یا همون خطیه. به این معنی که کلمات به صورت پشت سر هم قرار میگیرن و یکی پس از دیگری ادا میشن. به همین دلیله که مهارت اسپیکینگ اسپانتینیوس و یا همون بدا هست. چرا که زمان برای فکر کردن بسیار محدوده و به طور خلاصه پیش از بیان هر جمله مراحلی میبایستی طی بشه که در نهایت به بیان ختم بشه. مرحله اول کانسپچوالایزیشن و یا مفهوم و تصویرسازی. به این معنی که در مرحله اول فرآیند اسپیکینگ ساختن یک تاپیک و موضوع در ذهن ما شکل میگیره و بعد از اون هدف و یا پرپس این تاپیک باید مشخص بشه. به طور مثال در جمله Would you make me a sandwich موضوع بیان شده یک درخواست به هدف رفع گرسنگیه. مرحله دوم فرمولیشن و یا همون واژه پردازی و طرح ریزیه. در مرحله پس از کانسپچوالایزیشن افکار میبایستی به شکل عبارات متشکل از گرامر و وکابولری در بیان. در واقع ایده ها به نوعی از متن و یا اسکریپت تبدیل میشن. متنی که دارای شروع، میانه و پایانه. نکته جالب اینه که بسیار از اسکریپت ها به طور آماده در ذهن ما وجود دارند. حداقل در زبان مادری ما. البته این رو هم بگیم که این الگوهای آماده یا prefabricated chunks در ذهن ما بعد از مدت ها شکل میگیرن. به همین خاطری که ایجاد و استفاده از اونها میتونه بسیار سریع و آسون باشه. در مرحله فرمولیشن دانش وکابولری و گرامر به زبانی که قصد صحبت با اون رو داریم به کار میفته که به نوعی این فرآیند شبیه به انتخاب کالاها از قفسه های یک فروشگاه. در واقع این فروشگاه و کالاهای اون زبانیه که میخوایم با اون صحبت کنیم. حال هر چقدر اندوخته بیشتری از واژگان و گرامر داشته باشیم جملات متنوع‌تری رو هم میتونیم ارائه بدیم. حتی در مواردی میتونیم یک مفهوم رو به چندین حالت ممکن واژه پردازی و یا فرمولیشن براش انجام بدیم. مثلا مادر رو mother و یا مام بگیم بسته به شرایط و انتخاب خودتون. در جای واژه پردازی میتونه رسمی باشه، منظورم فرمال، و یا در جای دیگه اینفورمال صحبت کنیم. همونطور که عرض کردم در مرحله فرمولیشن مباحث و یا واژه پردازی دایره واژگان شما رو به مانند کالاهایی که در یک فروشگاه دارید به چالش میکشه. همچنین شما اینجا گرامر هم نیاز دارید که بتونید کلمات رو به هم بچسبونید و جملاتی رو شکل بدید. این جملات باید مفهوم درستی رو انتقال بده. اما یادمون نره که جالبه حتی نیتیو ها هم ممکنه در ساختن جملات اشتباه کنند. مثلا در بحث گرامر
به جای I bought it بگن I bite it و مشخصا در pronunciation و یا تلفظ کلمات هم ممکنه اشتباهاتی رخ بده که البته این هم طبیعیه. و بالاخره مرحله سوم، مرحله پایانی articulation و یا همون بیان کردنه. مفاهیمی که واژه پردازی شدن حالا میبایستی به صورت جملات پشت سر هم قرار بگیرن. در این بخش باید تولید صدا صورت بگیره که در این بخش صدا از شش‌های ما خارج میشه، از تارهای صوتی گذر میکنه و با توجه به موقعیت و حرکت زبان، لب‌ها و دندان‌ها صداهای مختلف شکل میگیرن. در این بخش vowel sounds یا همون حروف صدادار با حرکت زبان و لب‌ها ایجاد میشن و consonant sounds به کمک لب‌ها و دندان‌ها صرفاً ایجاد میشن. در مجموع در زبان انگلیسی 40 واج و یا فونمز وجود داره که این واژها کلمات رو میسازند. در توضیح فونمز و یا واژها این رو هم اضافه کنم که تقریبا نیمی از صداها vowel و یا همون حالت صدادار و نیمی دیگه کانسوننت و یا بی صدا هستند. بنابراین که به طور خلاصه بخوام عرض کنم جریان پیوسته واژها و صداها کلمات رو میسازند و این روند به تولید کلام و بیان ختم میشه. بنابراین دیدیم که اسپیکینگ حداقل از 3 مرحله اساسی conceptualization، formulation و articulation تشکیل میشه. اما در تمامی این مراحل self monitoring and repair هم صورت میگیره. به این معنی که در مرحله مفهوم پردازی تغییر در موضوع و یا در مرحله واژه پردازی تغییر و اصلاح کلمات ممکنه که دائما در ذهن ما در حال اتفاق افتادن باشه. همچنین در لحظه بیان مانیتورینگ و یا نظارت بر گفته ها صورت میگیره که ممکنه همراه با ریپرز و یا اصلاحات باشه. به طور مثال در صورتی که کلمه تلفظ اون به صورت اشتباه بیان بشه immediate correction و یا اصلاح فوری بر روی اون صورت میگیره و یا در جای دیگه ممکنه که واژه پردازی با کلمات متفاوتی صورت بگیره و یا ترتیب واژه ها تغییر پیدا کنه که اینها همگی در نتیجه self monitoring و repair هستند. اما مسئله بسیار مهم دیگه که در رابطه با اسپیکینگ باید مطرح بشه موضوع prefabricated chunks و یا الگوهای از پیش ساخته هستند. به این معنی که بسیار از جملاتی که ما در مکالمات روزمره از اونها استفاده می‌کنیم قبلتر تمامی این مراحل رو طی کردند و به صورت واژه‌های به هم چسبیده در ذهن ما به صورت آماده وجود دارند و ما نیازی به صرف وقت برای ساختن اونها نداریم و میتونیم بدون فکر کردن زیاد به راحتی از اونها استفاده کنیم. اما مشکل کجا پیش میاد؟ اونجایی که موضوعات ناآشنا unfamiliar topics و یا یک ژانر جدید از صحبت کردن برای ما پیش بیاد. در اینجا ممکنه بسیاری از ما tongue tied و یا زبون بسته بشیم. در تعریف tongue tied این رو بگم که ممکنه به زبون ما قفل بخوره و یا حتی بدتر از اون completely mute و یا کاملا ساکت بشیم به دلیل اینکه در این مواقع چیزی به نام prefabricated chunks وجود نداره. تا اینجای ویدیو مراحلی که یک فکر برای تبدیل شدن به بیان رو طی می‌کنه با هم بررسی کردیم. همچنین دیدیم که هر یک از این مراحل شامل چه ویژگی‌ها و مشخصاتی هستند. همچنین به کمک prefabricated chunks دیدیم که بسیار از جملات و عباراتی که ما به طور روزانه استفاده می‌کنیم، جملاتی که از پیش ساخته شدند، میتونیم نیازهای خودمون رو برطرف کنیم. اما سرعت عمل در اسپیکینگ موضوع بسیار مهمیه که با فلوئنسی رابطه تنگاتنگی داره. ما میبایستی اهداف و چالش‌های زبان آموزان رو از اسپیکینگ بشناسیم، همچنین ببینیم که در موضوعات ناآشنا هم اونها میتونن از پس شرایط بر بیان یا نه. پس میبینیم که سرعت عمل در اسپیکینگ و یا همون فلوئنسی یکی دیگر از اهداف و چالش‌های زبان آموزانه که در ویدیوهای بعدی حتما به اون هم خواهیم پرداخت. Many thanks indeed. بسیار سپاسگزارم از شما که تا اینجای ویدیو 0 تا 100 اسپیکینگ همراه من بودید. لطفاً چک کنید که حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. بدرود.